سلام به دوستان و همراهان گرامی، دوستداران علم و تکنولوژی، به خصوص علاقه‌مندان الکترونیک و اینترنت اشیا. با ویدیو ساخت منبع تغذیه متغیر نسخه 1 و 2 در خدمت شما هستم. در این ویدیو به اتفاق شما منبع تغذیه همراه با قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان خروجی تا حداکثر 3 آمپر رو میسازیم. قطعات مورد نیاز این نسخه رو در ویدیو قبلی که لینکش رو اینجا براتون میذارم بررسی و انتخاب کردیم و الان میریم برای ساختش. طبق روال ساخت منبع تغذیه نسخه 1 برای شروع محل قرارگیری قطعات روی باکس رو مشخص می‌کنیم که این بار هم فایل‌های جانمایی قطعات روی باکس رو به 2 صورت فایل‌های چاپی و فایل‌های لیزر براتون آماده کردم که لینکش رو تو کپشن براتون میذارم. شما میتونید بنا به امکانات و تشخیص خودتون از یکی از روش‌ها برای آماده سازی باکستون استفاده کنید. میتونید مثل ویدیو ساخت قبلی که لینکش رو اینجا می‌بینید فایل‌های چاپی رو روی کاغذ پرینت و با چسبوندنشون روی باکس و کمک گرفتن از دریل، اره‌مویی و سوهان قاب رو آماده کنید. یا در صورتی هم که به لیزر دسترسی دارید و میخواید کمی کارتون تمیزتر بشه، مثل من این بار از لیزر برای آماده سازی باکس کمک بگیرید. بله، همینطور که خدمتتون گفتم در این ساخت قراره برای آماده سازی باکس از دستگاه لیزر کمک بگیرم که بریم برای آماده سازی قاب با لیزر. خب به اتفاق شما برشکاری محل‌های قرارگیری قطعات روی باکس و آماده سازیش با لیزر رو انجام دادیم. بریم یه تست کوچولو انجام بدیم و ببینیم اندازه هامون برای اندازه‌گیری قطعات دقیق بوده یا نه. مثلا میتونیم این دکمه رو تستش بکنیم، دکمه آن آف که خوشبختانه اوکیه همونطور که ملاحظه کردید، یا نمایشگرمون رو میتونیم یه تستی بکنیم. خب خوشبختانه این هم اوکی هست، یا شاید بتونیم یکی از ولومی ها رو هم تست بکنیم. خب خوشبختانه اندازه هامون کاملا دقیق بوده و میتونیم یه سری از قطعاتی که امکانش هست رو نصبش بکنیم. احیانا اگه اندازه هایی که داخل فایل ها وجود داره با قطعاتی که شما تهیه کردید سازگاری نداشت، ممکنه در حد میلیمتر نیاز باشه که شما فضاشو اصلاح بکنید که میتونید با کمک گرفتن از سوهان یا هر ابزاری که خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. خب شاید اولین آیتمی که بتونیم نصبش بکنیم همین نمایشگرمون باشه، چون سیماش به سطح سوکتی قابل جدا شدنه. تو جهت درستش قرار میدیم و نمایشگرمون با یه فشار کوچولو جا رفت. آیتم دیگه که میتونیم نصب بکنیم این دکمه است که خب اینم میشه داخل باکس کاراش انجام داد. اینم با یه فشار جزئی اما با احتیاط میتونیم جا بزنیم. خب اینم جا رفت. آیتم بعدی که میتونیم
نصب بکنیم داخل باکس و بعداً تو حین کار واسمون مشکل ایجاد نکنه، شاید همین فیشای مادگی موزیمون باشه که به این صورت ما میتونیم نصبش کنیم. این فیش ورودی جک آداپتورمون هم میتونیم نصبش بکنیم. اینم در حین کار مانع ایجاد نمیکنه. جای این یه مقدار ظاهرا نیاز به سوهانکاری داره، چون یه کوچولو جاش کوچیکه. از همین سوهان کمک میگیریم برای اینکه یه مقدار جاشو گشاد بکنیم. و بله به همین سادگی جا رفت. مهرش رو میتونیم ببندیم. خب اینم همونطور که میبینید جای خودش بستیم. از این مرحله بعد چون نیاز به لحن‌کاریه باید بریم به آزمایشگاه. خب برای ادامه کار داخل آزمایشگاه در خدمتتون هستم. همونطور که مشاهده کردید ما تو قسمت قبلی قطعاتی که امکان نصب روی باکس رو داشت به اتفاق شما انجام دادیم و اینجا الان داخل آزمایشگاهیم تا کارهایی که نیاز به هویه کاری داره رو به اتفاق شما انجام بدیم. اولین کاری که باید انجام بشه این که ما باید این مولتی ترنا رو از روی مدار کاهندمون خارجش بکنیم. همونطور که پیشتر تو بخش انتخاب قطعات صحبت کرده بودیم، ما این دوتا مولتی ترن اول و سوم از سمت چپ که ورودی مدار کاهندمون هست رو خارج میکنیم. اولی برای کنترل ولتاژ و سومی برای کنترل جریانه. دومی یا وسطی هم قبلتر راجبش صحبت کردیم، برای لیمیتر جریان یا محدود کننده جریانه که قرار نیست ما دیگه تو این بردی که میسازیم، در واقع منبع تغذیه‌ای که میسازیم ازش استفاده کنیم. خب بریم برای خارج کردن این مولتی ترن ها. برای اینکه کار خارج کردن راحت بشه تو ویدیو ساخت قبلی هم صحبت کردیم. من از مایع فلکس و اضافه کردن قلب کمک میگیرم تا کار خارج کردن این مولتی ترن ها راحت تر بشه. مولتی ترن اول رو خارج کردیم، حالا مولتی ترن سوم رو میخوایم خارج کنیم. به همین طریقی که مشاهده کردید مولتی ترن ها رو خارج کردیم. نیاز هست که قلع داخل این سوراخ ها هم خارج بکنیم چون قراره به جاشون سیم بذاریم. خب همونطور که مشاهده کردید من با کمک گرفتن از هویه و قلکش تمام قلعه‌های داخل سوراخ‌ها رو خارج کردم که بتونیم به جاش از سیم استفاده کنیم. میریم برای سیم. فعلا رو هر سه تا قسمتی که هست فقط سیم اضافه میکنیم تا برسیم به سیم بندی پتانسیومترامون. خب همونطور که خودتون مشاهده کردید من به جای پایه های این مولتی ترن ها سیم، حالا با رنگ بندی های مختلف که کمی شناسایی کار رو راحت تر بکنه هویه کاری کردم. سیم های اضافه ای که از بیرون زده رو کوتاه میکنم و شاید بهتر باشه با کمک گرفتن از یه مقداری الکل و مسواک بردمون رو تمیزش بکنیم که روغنی که اینجا هست و از بین ببریم. خب همونطور که مشاهده میکنید این سیما اومده بیرون. حالا من سیمایی با اندازه‌های مختلفه، حالا بنا به نیازمون اندازه‌هاشو یکسان میکنیم. این ستایی که اینجا هست برای کنترل جریان هست که خب قراره فقط به یه دونه پتانسیومتر 10 کیلو وصل بشه. در نتیجه من اینا رو یه اندازه میکنم، اضافه ها رو کوتاه و اولین کاری که الان انجام میدیم هویه کاری
پتانسیومتر 10 کیلو کنترل جریانمون هستش که به همین صورتی که شما برد و رو به خودتون قرار دادید، سیما به سطح موازی به هر کدوم از این پایه ها وصل میشه. فقط برای عایق کاری من از ترموفید کمک میگیرم که پایه ها رو بتونیم عایق بگیریم. به این ترموفید یا وارنیش گفته میشن که تو سایزهای مختلف موجوده. خب همونطور که مشاهده کردید ما ولومی 10 کیلو که قرار کنترل جریان ما رو انجام بده رو به همین شکلی که دیدید موازی وصلش کردیم و از ترموفید برای عایق کردنش کمک گرفتیم. میریم برای سیمبندی ولومیای کنترل جریان که دقیقاً مثل موردی هستش که تو نسخه 1 ازش استفاده کردیم. سیمبندی رو من روی تصویر براتون میذارم. به این شکل هستش که 2 تا پایه کناری به ولومی یا پتانسیومتر 10 کیلومون پایه های کناریش وصل میشه و از پایه ولومی 10 کیلومون یه دونه به پایه اول ولومی 500مون که قبلا 1 کیلو بود، این سری قرار 500 استفاده کنیم و از خروجی یا پایه دومش به این سیم قرار وصل کنیم. میریم که من هویه کارش انجام بدم و تصویرم شما روی تصویر شماتیک هم روی ویدیو مشاهده میکنید که میتونید برای ازش کمک بگیرید. خب همونطور که مشاهده کردید ما سیمبندی پتانسیومترهای مربوط به کنترل ولتاژ رو هم انجام دادیم که به این شکل هستش. اولی برای کورس جریانه و کورس ولتاژ و دومی برای فاین هستش. همونطور که داخل ویدیو به اتفاق شما انجام دادیم و شما مشاهده کردید، سیمبندی مربوط به پتانسیومترامون هم انجام دادیم. دومین کاری که باید انجام بدیم و میتونیم انجام بدیم اینی که این LED هایی که روی بورد هست و احتمالاً دارید مشاهده میکنید معادل LED هایی هستش که ما برای روی باکس تعبیه کردیم. یه LED اوکی هست برای زمانی که جریان مرتبه، یه LED CH و یه LED CC و CV هستش که من هر کدومم باز دلایل روشن شدنش رو به صورت یه فایلی روی تصویر براتون قرار میدم. الان این کاری که باید انجام بدیم این LED هایی که به صورت SMD هستند و خارج بکنیم و به جاش مجدداً از سیم استفاده کنیم که بتونیم این LED ها رو روی باکسمون داشته باشیم. میریم برای خارج کردن این LED های SMD. خب همونطور که مشاهده کردید من با کمک گرفتن از هویه این LED های SMD رو که معمولا وقتی هم با هویه خارج میشن دیگه کاربردی ندارند و خارج کردم. حالا جاشون رو تمیز میکنم، یه مقدار غل اضافه میکنم و از سیمای نازک استفاده میکنم برای اینکه متصلشون کنیم به LED هامون. از سیمای نازک قرمز مشکی استفاده میکنم برای اینکه پولاریته مثبت و منفی LED هامون مشخص بشه. روی بورد مشخصه که باز من نوعش رو تصویر براتون میذارم. سعی میکنم که متفاوت باشه که اونورم موقع وصل کردن به LED مثبت منفی رو اشتباه نزنیم. خب سیما رو همونطور که ملاحظه کردید من طبق رعایت کردن پولاریته مثبت و منفی روی بورد لحیم کردم. باز از مسواک و کمی الکل کمک میگیریم برای اینکه جاشون و اون روغن اضافه شون رو تمیزش کنیم که در آینده احیانا مشکلی نخواد رو بورد ما ایجاد کنه. همینطور این قسمت رو مجدد
کافیه یه مقدار الکل به مسواک اسپری کنید و بعد ازش کمک بگیرید برای پاک کردن چربی و روغنی که سیم قلع به مدارمون اضافه میکنه. خب تمیز شد. الان ما سیمامون آماده است که در واقع لحیمشون کنیم به LED هامون. LED ها رو همونطوری که تو لیست قطعات اضافه کردم، من از LED 3 میل استفاده کردم. شما میتونید از LED های 5 میل استفاده کنید ولی به همون تناسب با سوراخ مربوط به LED ها رو بزرگتر بزنید. میتونید از رنگ‌های مختلف استفاده بکنید ولی من از 3 تا رنگ یکسان استفاده کردم، همونطوری که 3 رنگی که روی خود بورد بود. معمولا تو LED ها پایه بلندتره که پایه بلندتر مثبته و پایه کوتاه منفیه. به همین شکل که من اینا رو هم با قرمز و مشکی مشخص کردم، لحیم کاریشون انجام میدم تا بتونیم بریم مرحله بعد. به اضافه اینکه دوباره از ترموفیت برای این سیما هم برای عایق کاری استفاده میکنم. بریم برای لحیم کاری LED هامون. خب همونطور که مشاهده کردید LED ها هم به همین شکل کارهای هویه کاری و لحیم کاریشون انجام دادیم و با کمک گرفتن از ترموفیت عایق کاریشون هم انجام دادیم. در حال حاضر همونطور که مشاهده میکنید مواردی که قرار بود رو بورد خارج بشن و جایگزین بشن رو انجام دادیم. خب سومین کاری که میتونیم انجام بدیم لحیم کاری دیودمون هستش. لحیم کاری دیودی که قراره محافظت از مدارمون رو انجام بده که اینم طبق روال قبل و آشنایی قطعا دارید. یه خط نشانگر داره که باید به سمت داخل بورد باشه و تو پولاریته مثبت وصل بشه. خب بریم برای نصب این و در ادامه هم سیم بندی های ورودی. ما همزمان با هویه کاری این دیودمون میتونیم تغذیه ماژول نمایشگرمون رو هم نصب کنیم که چون باید ولتاژ تامین نمایشگرمون به ورودی مدار وصل بشه. در نتیجه از این سوکتی که اینجا مشاهده میکنید مثبت منفی برای تغذیه است، زردم برای نمایش خروجی ولتاژ هست. این دوتا سیم هم قرار استفاده بشه برای نمایش جریانمون که حالا میذاریم تو مرحله بعد چون قراره به خروجی وصل بشه. همینطور یکی از این سیما، این دوتا رو همزمان با وصل ورودی مدارمون میتونیم نصبشون بکنیم و هویه کاریشو انجام بدیم. یه سیم دیگه پیدا میکنیم، سیم مشکی که قراره برای ورودی ازش استفاده بکنیم که تو پولاریته منفی قرارش بدیم و اینجا قراره رو باکس و روی فیش آداپتور ورودیمون هم لحیم بشه. من یه سیم کمک میگیرم، یه سیم مشکی که خب بهتره. خب یه سیم در واقع ورودی هم که قراره بخوره به فیش و دکمه آن آفمون، اینم تو پولاریته مثبتش نصب کردم همزمان با کابل تغذیه نمایشگر. مونده سیم منفی که کنار این سیم لحیمش میکنم. میتونیم برای مهار سیما و عایق شدنشون تو این جایی که نمیشه از وارنیش استفاده کرد از کمی چسب برق کمک بگیریم و بیشتر برای نگه داشتن و نظم دادنشه، وگرنه خود سیما عایق هستش اینجا. ولی خب یه مقدار کوتاهی من استفاده میکنم برای اینکه این سیما با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن، باعث میشه که مقاومت این هویه کاریمون بره بالا، کمتر فشار رو سیما باشه. تو مرحله بعدی باید ارتباط بین جک ورودی و کلید رو برقرار کنیم
که به این صورت هستش که ما منفی رو مستقیما به مدارمون وصلش میکنیم، اما مثبت رو وارد کلید میکنیم و بعد از کلید به مدار وصل میکنیم که در نتیجه با کلید آن و آف مدار ما روشن خاموش میشه. میریم برای انجام این کار. همونطور که مشاهده کردید ما ورودی مدارمون هم وصل کردیم، ورودی برد کاهندمونو که به این شکل شد که مستقیما منفی رو به خود برد وصل کردیم و مثبت رو اول وارد کلید و از خروجی کلید به ورودیمون وصل کردیم. به این ترتیب تنها کاری که مونده این که ما باید خروجی مدارمون رو وصل بکنیم و در واقع این کانکتوری که مربوط به نمایشگر هست و قرار جریان نمایش بده باید تو مدار قرار بگیره. شماتیک این مدار کاملا روی تصویر تو مراحلی که من انجام میدادم بود، ولی باز هم خدمتتون به این صورت توضیح میدم که این باید تو مدار به صورت بین مدار قرار بگیره، یعنی ما خروجی اینو به پولایت منفی وصل میکنیم و وصلش میکنیم به خروجی مدار که بتونه بر ما جریان رو اندازه‌گیری کنه. بریم برای اتصالات خروجی. همونطور که مشاهده کردید ما خروجی‌های بردمون هم وصل کردیم. من برای خروجی مثبت از یه سیم زرد کمک گرفتم، مثل همین سیم زردی که وصل میشه به ماژول نمایشگرمون و ولتاژ خروجی رو نمایش میده. تو این مرحله تقریبا کار ما تمومه، یعنی لحیم کاری دیگه نمونده، فقط باید بریم برای نصب قطعات داخل باکس. حالا هم این LED ها و این پتانسیومترها، کانکتورهای مال نمایشگرم که به صورت فیش جا میزنیم. فقط یه نکته من خدمتتون بگم، برای LED ها با اینکه سوراخ در LED ها دقیقه و تکون نمیخورن، اما شاید بهتر باشه وقتی که جا زدیمش از چسب حرارتی یا چسب قطره، هر کدوم که دسترسی شما دارید، شاید چسب حرارتی گزینی بهتری باشه، استفاده بکنیم برای اینکه اینا رو داخل باکس ثابتش کنیم. میریم برای نصب اول LED ها و بعد پتانسیومتر. شاید هم بهتر باشه اول پتانسیومتر رو نصب کنیم بعد LED ها رو. بریم ببینیم باکس کدومو به ما اجازه میده. این وجود مادگی‌های موزیمون یه مقدار داره اذیت میکنه برای اینکه بتونیم ولومیامونو یا پتانسیومترامونو جا بزنیم. شاید نیاز باشه که بازش کنم برای اینکه بشه سریعتر این کار رو انجام داد و وقت کمتری براش گذاشت. من میرم برای باز کردن اینا. بعد از نصب پتانسیومترها دوباره اینا رو میبندمش. همونطور که مشاهده کردید من مجبور شدم برای اینکه بتونم ولومیا رو نصب کنم یکی از موضع‌های خروجی رو بازش کردم. بعد از نصب ولومیامون دوباره بستمش. خب یکی از LED ها رو همونطور که میبینید جا زدم، 2 تا LED مونده و اینکه بعد از کانکتورها رو وصلش بکنم. یکی از LED ها با توجه به قرارگیری زیر دکمه یه مقدار جا زدنش دستگیره. من دارم سعی میکنم اونو جا بزنم، البته جا رفته. یه مقدار دیگه فشار کوچولو که محکم سر جای خودش قرار بگیره، بعد از چسب حرارتی واسه ساپورتش استفاده میکنیم. خوشبختانه اینم سر جای خودش رفت، باکسمون داره شکل خودش رو میگیره. همونجوری که خدمتتون گفتم من از چسب حرارتی میخوام استفاده کنم برای اینکه یه مقدار این LED ها رو جاشون رو محکم بکنم.
یه کوچولو فرصت بدیم، قطعا با چسب حرارتی کار کردید، یه کوچولو زمان در حد شاید 1 دقیقه و کمتر بهش زمان بدیم، اونا خودشو میگیره و خشک میشه. به این ترتیب دیگه LED هامون احتمال اینکه از سر جاشون در بیانم از بین میره. به اضافه اینکه اصلا از چسب حرارتی خیلی وقتا ماها که کار الکترونیکی انجام میدیم برای عایق کاریمون هم استفاده میکنیم، ولی خب خوشبختانه تو این بردی که ما داریم اکثر قسمتایی که نیاز بوده با ترموفیل عایقش کردیم. یه کوچولو باید زمان بهش بدیم تا چسب حرارتی خودش رو بگیره، بعد میتونیم سیما رو یه طوری مرتب بکنیم که بردمون هم داخل باکس قرار بگیره. خوشبختانه به مرحله رسیدیم که چسب تا یه حدودی خودشو گرفته. الان باید سیما رو مرتب کنیم و بردم داخل باکس قرار بدیم، جوری که چک بکنیم که احیانا اتصالی نداشته باشه. بعد انشالله ادامه کار رو باید بریم داخل استودیو در خدمتتون باشیم برای تست منبع تغذیه که ساختیم. من سیما رو مرتبش میکنم. سیما داخل باکس قرار گرفتن، مثل سری قبلی از یه چسب دور کمک میگیریم برای اینکه اینو رو کف قاب بچسبونیم که تا حدالمقدور از حرکتش جلوگیری کنیم و عایقش بکنیم. من اینجا دارم میبینم شاید بهتر باشه کمی از چسب حرارتی استفاده بکنم برای اینکه این خروجی ها رو هم یه مقدار عایق کنیم. هرچند همینطور که نمیدونم تو تصویر مشخص هست یا نه فاصله داره و وقتی این به چسبه قرار نیست بازی بکنه، ولی با این حال برای احتیاط بیشتر من یه کوچولو دیگه از چسب حرارتی برای عایق سازی این دوتا پراپای خروجی استفاده میکنم. برای اینجا دیگه کارمون تمومه و اون عایق کاریای لازم رو انجام دادیم. فقط همونطوری که گفتم قراره اینو روی در باکس بچسبیم و در باکس رو ببندیم و بریم برای تست. خب میریم برای استودیو در خدمتتون باشم. خب برای ادامه کار تو استودیو در خدمتتون هستم. همونطور که مشاهده کردید ما داخل آزمایشگاه کارهای مربوط به لحیمکاری و اسمبل کامل این منبع تغذیه رو انجام دادیم. تنها کاری که همونطور که گفتم خدمتتون مونده اینه که ما از یه چسب دو طرفه مثل همین چسبی که مشاهده میکنید و همه جا تو دسترسه کمک بگیریم و به اندازه زیر برد ازش ببریم و اینو بچسبونیم به ته قاب که یه حالت در واقع حفاظتی چند جانبه رو میخوایم داشته باشیم که خیالمون راحت باشه. هرچند این فضای بازی نداره اولا داخل باکس، دوما هم که به قدر کافی ما عایق کاری ها رو انجام دادیم، ولی اینم برای یه کار حفاظتی نهایی هستش که من ترجیح میدم انجام بدم. و در باکس رو به این صورت میبندیم و از پیچاش برای بستن کمک میگیریم. پیچا رو هم بستیم و پشت کارمون هم تمومه. میریم برای سری ولومیا. من اینا رو صفرشون میکنم، به سمت چپ صفر میشه. حالا اولیو که کورس ولتاژ ما هستش و مثلا من قرمز رو میذارم، بعد فاین جریان یا فاین ولتاژ یه کوچولو شله، یه مقدار باید این کلش رو از هم فاصله بدیم که این محکم سر کنیم جاش قرار بگیره. و آخرین ولومی ما که برای کنترل جریان هستش. خب شکل ظاهری منبع تغذیه ما خودشو داره نشون میده. اگه نگاه کنید مشابه همین هستش که قبلتر من برای نمونه ساخته بودم. اینجا خروجی ها رو مشاهده میکنید که از موزیای مادیگی یه مقدار شاید قوی تر بشه گفت استفاده کردیم و اوکی. بریم روشنش بکنیم به اتفاق شما. دکمه رو آف، پاور رو بستش میکنم و روشن. بله خب اوکی. یه تستی بکنیم، ولتاژ اصلی رو افزایش بدیم. مثلا شد 13.2 با فاین میتونیم به 13.5 برسونیم. استفاده از 500 اوم
به جای 1 کیلو قطعاً کمک کرده که ما بتونیم دقیق‌تر ولتاژ رو به صورت 1/10 کنترل بکنیم. تو نمونه قبل‌تری که ساخته بودیم یا نمونه نسخه 1 که به اتفاق شما ساختیم، ولومی 1 کیلو برای فاین استفاده کردیم. یه مقدار کنترل دقیق سخت بود، ولی الان با این 500 اوم خیلی کار بهتر و راحت‌تر شده. خب آخرین کاری که مونده و خیلی سریع من البته بخشی از کارش انجام دادم، مثل سری قبل سوسماریاشو نصب کردم، فقط نصب موضوعای نری مونده که اینجا خیلی سریع به اتفاق شما اینا رو هم اضافه میکنیم. خروجیمون هم آماده است. اینا هم همونطور که صحبت کرده بودیم یه مقدار کیفیتش از نمونه‌های قبلی بهتره. اول یه تست کوچولو با همون LED که قبل‌تر هم برای تستامون استفاده کردیم انجام بدیم. رو 2.5 ولت به بالا روشن میشه تا حداکثر 3.5 ولت هم اینو روشنش میکنه. همونطور که میبینید این فاین کاملا با این 500 اومی که استفاده کردیم میتونیم به سطح 10 کنترلش بکنیم. خب و اما بریم برای تست کنترل جریانمون. من برای این کار از یه دونه موتور DC استفاده میکنم. هم میتونیم ولتاژ رو اینجا چک بکنیم، هم جریانی که داره مصرف میشه. من جریان رو بستم، اگه ببینید الان داره 700 آمپر جریان میکشه. اول ولتاژ رو آروم افزایش میدیم. شاید بهتر باشه که از یه چسب من کمک بگیرم برای اینکه بتونید سرعت چرخش رو شما ببینید. خب من چسب برق نواری اینجا داشتم، دم دست آوردم خدمتتون که بتونیم گردش و سرعتش و جریانی که مصرف میشه رو راحت‌تر بتونیم ببینیم. خب یک بار دیگه این موتور DC بین 5 ولت تا 24 ولت میتونه کار کنه. آداپتوری که من وصل کردم یه آداپتور 15 ولته که داره یه خروجی ماکسیموم با اون 92% خروجی که داریم 13.8 13.9 این حدودا به من خروجی میده. خب من آروم آروم جریان افزایش میدم. ماکسیموم جریانی که این آداپتور در حال حاضر میتونه به این موتور بده 230 میلی آمپر هست. بیشتر از این نمیخوام ویدیو طولانی بشه، قطعا خود شما بهتر از من با این مقادیر آشنایی دارید. من یه توضیح خیلی کوتاهی راجع به LED ها خدمتتون بدم که البته توضیحات مفصل‌ترش رو روی تصویر براتون می‌نویسم. این LED ها چون این بردی که مدار کاهنده که ما استفاده کردیم میتونه برای شارژ باتری هم و درایو LED هم استفاده بشه و این LED ها بیشتر اونجاها کاربرد داره. این نوشته اوکی که اینجا می‌بینید که سمت چپ قرار دادم تو مدار شماتیک قبلی هم که تو آزمایشگاه بود، حالا تصویر شما دیدید، نشانگر شارژه. یه زمانی که به حال شما میتونید از این برای شارژ یه باتری لیتیومی یا یه باتری شارژی هم استفاده کنید. وقتی این سیستم شارژ برقرار بشه این چراغ روشن میشه، نشون میده که شارژ داره اتفاق میفته و این چراغی که این بالا میبینید با عبارت CH مشخص شده بر زمانی است که شارژ کامل بشه، اصطلاحاً فول شارژ بشه، اون موقع این چراغ براتون روشن میشه. اما این چراغی که هست پایین CC و CV برای نشانگر کلا خروجی ولتاژ جریانه. این توضیحات مختصری بود که خدمتتون گفتم. حالا توضیحاتش همونطور که خدمتتون گفتم داخل روی ویدیو باز براتون میذارم. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً اون رو لایکش کنید. اگه نکته نظری دارید حتما اون رو تو کامنت ها برام بنویسید و لطفاً این ویدیو رو با کسایی که فکر میکنید به دردشون میخوره به اشتراک بگذارید. اگه هم که تا حالا تو کانال سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید. ممنون که همراه من بودید و این ویدیو رو تماشا کردین. وقت بخیر، ایام بکام.